این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که توی دلش خالی شده و با این روزه ها میخواد صورتش رو با سیلی سرخ نگه داره. یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنه. این نباید اتفاق بیفته. در داخل اگر کسی در تحلیلی در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه. حالا سوالی که برای بسیجی‌ها پیش میاد اینه که کجا دنبال مجرم بگردن؟ توی حوزه؟ کی گفته تبلیغ علیه نظام جرمه؟ یا نظامی من باش قبولش ندارم. کی گفته که تحریک مردم جرمه؟ یا بین ریزشی‌های نظام، مثل اینی که رئیس سابق تیوی ریشه و اینطوری داره توی دل بسیجی‌ها رو خالی میکنه. میگن سوریه خیمه مقاومت، پرچم این خیمه شکسته شد. یا این مرحله باعث میشه که اتفاقات ناشناخته غیر قابل پیش بینی بیافته، یعنی چون به هر حال یه عده نگرانن که در این کشور نمیدونم نکنه مردم دوباره سر به شورش بذارن، اعتراضات گسترده‌ای به وجود بیاد. خلاصه این که این روزا همه مشغول خالی کردن توی دل عظما و باقی جک و جونوراشن. شما چی کار کردی که خودت به جای رسیدی که مردم تو زائد میبینی؟ شر شدی واسه مردمان خودت و مردم هم تو رو شر بنیادین میدونن. این پرسشی است که حکومت باید از خودش بپرسه. من چی کار کردم که کسی دیگه منو نمیخواد؟ من چی کار کردم که به زبان ساده مردم به من میگن که ما نیستیم که باید این سرزمین رو ترک کنیم، تویی که باید این سرزمین رو ترک کنی؟ این کارشناس حکومتی هم تعارفات رو گذاشته کنار و صحبت از خفگی ژئوپلیتیک میکنه. ببین، خفگی ژئوپلیتیکی ما در دستور کاره. این رو من در سناریوی آغوش مرگ گفتم. و این خفگی بله نمیتونه. اگر ببینین این خفگی تغییر ملکه است در چندوی زنبور اثر. پس این که میگن به دنبال فلان نیستن، من میگم نه، اونها نمیتونن بگن ما به دنبال تغییرات هستیم. هیچ کس نمیاد چنج رژیمو بگه، ولی نوع رفتارها و کنش‌ها نشان دهنده من از سال 2018 کلید خورده. من روچ گفتم بارا، از سال 2018 چنج رژیم به ویژه در تفاهمی که میان لندن و واشنگتن انجام شده آغاز شد. تنها چیزی که این رو کم مانعه روسیه است که روسیه هم داره بازی رو میبره اونور. چین هم که در بازی سعی میکنه دخالت نکنه اساسا. این یکی هم که جلوی پزشکیان از پایان سیاست فیلترینگ دم میزنه. تحقیقات شاهد محور، به تعبیر جناب عالی اویدنس بیس، به ما پایان سیاست فیلترینگ و ناکارآمدی مقابله سخت افزاری با بدحجابی را اعلام کردند. خلاصه که بازار عظما حسابی کساد شده و مدام داره بز میاره. این وسط زرشکیانم طبق معمول مشغول آه و ناله های همیشگیه. با آدم های بی سواد غیر مصمم فرصت طلب و بعضی وقتها ریاکار ما هیچ وقت نمیتونیم به جایی برسیم. اولین ریاکاری که نمیتونه باهاش به جایی برسه خودشه. آب و برق رو قطع کرده، همه چی رو گرون کرده، بعد جست عذرخواهی هم میگیره. من جا داره اینجا یه بار دیگه تقدیر بکنم از رئیس جمهور که خیلی صادقانه و ایزن شجاعانه از مردم عذرخواهی کردن. شاید این اولین بار بود که ما شاهد عذرخواهی یک رئیس جمهور بودیم راجع به موضوعی که بسیاری از اوقات مدیران برای اینکه ما کمتر تمرین کردیم برای عذرخواهی فرار میکنن از عذرخواهی کردن، ولی به هر حال این موضوعی بود که به نظرم میاد جا داره همه ماها تمرینش بکنیم. یکی نیست بگه تو نمیخواد عذرخواهی کنی. تو اول مینیمم آداب و معاشرت رو یاد بگیر، هدیه رو پرت نکن، عذرخواهی پیشکش. احتمالاً یکی دیگه از اون بیسوادای ریاکاری که پزشکیان گفت باهاش به جایی نمیرسه
این مالکش اعظمه. به این فکر بکنیم که فردوسی گفت، یادم رفت، بارها این شعر رو خوندم، ولی وقتی خدا بخواد به آدم بگه که الان قرار نیست این شعر رو بخونی، همینجوری ها نه اون شعره که. البته وقتی صحبت از ریاکار میشه این یکی رو نباید از قلم انداخت. زده هوای تهران رو آلوده کرده، بعد به خودش نمره قبولی هم میده. عملکردتون در موضوع هوای پاک چه نمره‌ای میدین؟ به نظرم نمره خیلی خوبی باید بدیم. توضیح میدم. حالا توصیف سران به درد نخور قوا در نظام ولایت رو در این کلیپ اینترنتی هم بشنوید. باتری نیم قلمه، ما بهش میگیم قوه، 5-6 ماه مرتب برامون کار میکنه، مینازیم رو کنترل تلویزیون باهاش کنترل میکنیم، حسابی به دردمون میخوره. آخرای عمرش هم که باشه یه فشار بهش میدیم، یه گاز میگیریم، بنده خدا بازم برامون کار میکنه، زحمت میکشه. ولی ما تو کشورمون 3 تا قوه داریم، به اندازه این قوه برای مردم کار نکرد. این جماعت ریاکار تو همه جای نظام هستن. این هم یک کلیپ اینترنتی درباره اعضای استبل ولایت. الان میخواین رای گیری کنن، من رای 6 بتون حمید قسمتت نره، رای 6 بدهی ممتنه نکن دگرد. آقای قالیباف حمید رای چیزش نمیگی، رای متا نوبت موز گوشی رو بگیر، فیلم بگیر، بری پیجون بخون فیلم بگیر. من نمیفهمم یه سری از این نماینده ها چجوری میتونن اصلا شب بخوابن. چرا اینقدر شما بی تفاوتید نسبت به این قضیه؟ واسه چی مثل من دغدغه من نیستید؟ اصلا نمیفهمم. شما تو خیابون راه میرم از نگاه مردم من دیگه خجالت میکشم. شما چجوری کی مقصره دقیقاً؟ ما مقصریم. حسن آقا میری هم مقصر، ما بیشتر مقصریم. عرض بنده تمام. گرفتی؟ دوربین آیفون چطوری باز میشه؟ بته بابا بده دیگه بگی اینو بگی بره میشه برای خواهید رای بته. هیچ چیشی نگرفتی. خبر تو خبر. حالا دیگه خرچنگ ولایت هم تعارفات رو کنار گذاشته و میگه تا میتونید گرون کنید. به عنوان خطیب جمعه میگویم مسئولان محترم، هر چه در توان دارید به داد برسید، بگید ما باید این کالا را گرون کنیم، حالا عده‌ای ناراضی بشن. این یکی هم برای اموال مردم دندون تیز کرده. به اطلاعاتی که ما داریم حدود 30 میلیارد دلار ارز در دست مردمه و حدود 40 میلیارد دلار طلای ذخیره مردم دارن. اینها 2 تا سرمایه ملی است. جاذبه ایجاد کنن این ارز و این طلا بیاد توی جریان توسعه و تولید به راه داره. من حاضر به راهکار خدمتشون تقدیم کنم. این در حالیه که روز به روز ارزش ریال کمتر و کمتر میشه و حالا دیگه اسکناسا رو با ترازو وزن میکنن. میزان موفقیت دولت پزشکیان برای حل مشکلات اقتصادی هم یه چیزی تو این مایه هاست. حالا که تا اینجا اومدیم یه نظر پزشکی هم بشنویم. سوال بعدی گفتن دختر 16 ساله‌ای دارم که بدنش خیلی ضعیفه، موی سفید در سرش هست و خیلی هم ریزش مو داره، موخوره هم میزنه. کاربرد زیاد از موبایل و فضاهای مجازی. آخوندهای اصلاحاتی هم هنوز توی فاز مسخره فروشی هن و هر بار یه ادا و اطواری در میارن. صدای خوانندگان زن گوش میکنین؟ یعنی شما گوش نمیکنی؟ چرا؟ من آخه آخوند نیستم.
بالاخره دیندار اگه به خاطر دینداری باشه که صدای خواننده زن رو حرام میدونید یا نه؟ من حرام کسی باید بدونه که فقیه باشه دیگه. پس گوش میکنید.